توجیکستان کشور عادی نیست. توجیکستان کشوری است که با تشبس‌های جهانیش میان جهانیان موقع خاص پیدا کرده است. پس هر یکی ما را می‌سزد که امنیت چنین سرزمین را نه تنها با چشم بیدار بلکه با وجدان بیدار باید تامین کرد. در هر دور و زمان برای هر یک کشور صاحب استقلال پایه متین کفیل بخطری و تامین کننده حیات آسایشته مردم این قوه‌های مسلح به حساب می رود. مورد ذکر است که بزرگی دولت از بزرگی قوه‌های مسلح، بزرگی ارتش باشد از جوانان با ننگ و ناموس و وطن دوست آن وابستگی کلان دارد. وضع واقعی امروزه جزو تامهای قوه‌های مسلح زینه به زینه تغییر یافته، شرایط خدمت به تدریج بهبود می‌یابد. سال از سال شماره جوانانی که اختیاراً به صف قوه‌های مسلح می‌پیوندند زیاد گردیده ایستاده است که آن از بهتر گردیدن شرایط مادی و معیشی در قسم‌های حربی مملکت میباشد. سالهای اخیر با دستگیری و غمخوری‌های بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در قسم‌های حربی مملکت شرط و شرایط برای خدمت سربازان خوبتر و بهتر گردیده است. در پیروی از این تدبیر سال 2024 در قسم حربی 87740 یک قطار کارهای نظررس به انجام رسانیده شد که از جمله از نوسازی خانه دیداربینی والدین، تالار فرهنگی و گوشه فراغتی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. قابل ذکر است که شماره جوانان 39 سال دعوتی نسبت به طلبات قوه‌های مسلح در ولایت ختلان خیلی زیاد گردیده. در معرکه‌های دعوت بهاری و تیر ماهی سال 2024 توجه اساسی به تقویت کارهای فهماندهی در بین جوانان، پدر و مادران روانه کرده شده. فعالیت کمیسریت حربی ولایت، کمیسیه‌های دعوتی شهر و ناحیه‌ها جهت استفاده امکانیت‌های واقعی سفربری، هدایت و راهنمایی بلند برداشتن حس ملی و افتخار وطن دوستی جوانان وسعت داده شدند. توجه، کاربری و نظارت دائمی جلب جوانان به خدمت حربی در دو دعوت آخر سال 2024 حل پوره خود را پیدا نموده. نقشه دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت در ولایت ختلان در روزهای اول معرکه دعوت به پورگی تامین کرده شد که این تشبس در سالهای استقلال دولتی در ولایت پدیده بی‌نظیر است. ارتش وظیفه بزرگ مدافعی بوده. مهر و محبت فرزند را نسبت به پدر و مادر باز هم بیشتر نموده. با آنها درس زندگی و جوانمردی می‌آموزد. ادای خدمت به وطن قهرمانی است، ولی افسوس نه هر جوان چنین قهرمان بوده میتواند، زیرا مکتب حربی جایی است که جوان اینجا بزرگ شده و ابرمرد به خانه برمیگردد. دوام 10 سال اخیر شرایط بود و باش و زندگی سربازان بهتر گردیده است. از جمله هیئت شخصی قسم حربی 07256 نیز برای شرایط خوب خدمت فراهم آوردن برای سربازان تدبیرهای مشخص اندیشیدند. در سال 2024 در قسم حربی یک قطار انشاءاتها از نوسازی گردیدند، از جمله خوابگاه سربازان، سیمخانه تعلیمی زمستانه برای سربازان، اینچنین در میدانچه سفارایی منبر برای گذراندن جمع آمد هیئت شخصی و زیاده از 100 نمود درختان آرایش دهنده در صحن قسم حربی شنانده شد. ما خدمتچیان حربی وعده می‌دهیم که در بر سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان ایستاده شرایط خوب خدمت برای سربازان فراهم آوریم. خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت است. مردم صاحب اختیار کشور در سیمای چنین جوانان با ننگ و ناموس، فرزندان دلیر و صادق به مرز و بوم و سرزمین اجدادی خود را می‌بینند که به سوگند حربی و خلق و وطن خود همیشه صادق و وفادار هستند. با وطن خود، با پرزیدنت صادقانه خدمت میکنه. واقعا هم امروز رفتار این جوانان شجاع و وطن دوست که همگی پیروان نیاگان جسور و دلیرند شایسته عبرت به نسل جوان می باشد.